دست و پاها رها. با هم دیگه 7 تنفس شکمی میگیریم. دم، بازدم، دم، بازدم. ادامه بدیم. بعد از هر تنفس شکمی آگاه بشید به اینکه این زمانی هست که تنها به خودتون اختصاص دادین. از افکار گذشته آینده رها بشین و تنها در لحظه اکنون حضور پیدا کنید. دست قلاب بالای سر، پنجه پا رو به سمت صورتتون برگردونید. با دم و بازدم یه کشش طولی به زیر تنه بدین. با بازدم دست رها، پاها رها. توجه کنید به کشش طولی زیر تنه. دوباره پاها کنار همدیگه جفت، دستا توی همدیگه قلاب بکشید بالای سرتون. این بار پنجه پا رو به سمت دیوار پایین پاتون برگردونید. و با بازدم دستا رها، پاها رها. آگاه بشید به کشش طولی روی تنه. پاها کنار همدیگه جفت. زانوی راست رو خم کنید، بکشید به شکمتون. داخل ران رو بگیرید. آرنج ها از همدیگه دور، کتفا کاملا روی زمین پخش، چونه به حفره گلو نزدیک. دم، بازدم. با بازدم سر کتفتون رو بیارید بالا. آرنج ها رو از بدن دور کنید. هر جفت پاها کاملا فعال. خیلی آهسته سر کتف رو برگردونید سر جاش. کف پای راست روی زمین، پای راست رها. آگاه باشید به اثر تمرین روی ران و لگن راستتون. دوباره پاها کنار همدیگه جفت. این بار پای چپ رو از زانو خم کنید، بکشید داخل شکم. داخل ران رو بگیرید. آرنج ها از بدن دور، چونه به حفره گلو نزدیک. دم و بازدم کنید. خیلی آهسته سر کتفتون رو بیارید بالا.
بچه‌ها هنگامی که داریم کار انجام میدیم پای دیگه‌مون کاملا فعاله، داره فشار میده روی زمین، داره تلاش خودشو میکنه ثابت روی زمین باقی بمونه. خیلی آهسته برگردین، دست رها، پای چپ و لیز بدین روی زمین و رهاش کنید. دست کنار بدن، پاها با هم دیگه جفت میشه توی شکم، روی زمین رها، 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 توی شکم نگهش دارید، با سر زانوتون تو فضا دایره بزنید. برعکس کف پاها روی زمین، دست رو میتونید سرتون گلاب کنید بچه برایتون. بریم سراغ گرم کننده های پا. پای راست نزدیک زمین صاف کشید، جمع توی شکم، کنار راه، جمع توی شکم، نزدیک زمین، جمع، کنار راه، جمع، نزدیک زمین، جمع، کنار راه، جمع، نزدیک زمین، جمع، کنار راه، جمع، نزدیک زمین صاف کشیده، پاتون نگه دارید و دم بازم پنجه و پاشنه کنید، دم پنجه بازم پاشنه. جمع توی شکم، کنار راه، گردش مچ، 1 2 3 4 برعکس. جمع کنید توی شکمتون و به خستگی پا رو بگیرید. کف پای راست روی زمین، پای راست رها، پای چپ رها. پای لحظاتی آگاه باشید به طول پای راستتون و اثر تمرین در طول پای راست. کف پا روی زمین، دستان که زیر سر قلابه. همینجا چند بار کوچ ساده خوابیده رو انجام بدید. پاها میره راست، سر گردن چپ، وسط، سمت، وسط، ادامه بدید. یه پیچ کامل به ستون مهره ها بدید، و بیایید وسط. این مقدار میتونید کمرتون جا به جا بکنید. کف پاها روی زمینه و دستا زیر سر قلاب. پای چپ نزدیک زمین صاف و کشیده. جمع تو شکم. بچه ها با قدرت و طمأنینه انجامش بدید. پاتون رو پرتاب نکنید. و نکته که همیشه میگم طول تمام این تمرین ها گودی کمرتون رو زمین فشار بدید. یعنی بهای انجام این تمرین نباشه که گودی کمرتون از زمین جدا باشه. میتونید فشارش بدید تا به دامنه این حرکت کمتر بود، هیچ ایرادی نداره. کنار راند، جمع، نزدیک زمین، جمع، کنار راند، جمع، نزدیک زمین، جمع، کنار راند، جمع. ادامه بدید. نزدیک زمین، جمع، کنار راند، جمع، نزدیک زمین، جمع، کنار راند، جمع، نزدیک زمین، جمع، کنار راند، جمع، نزدیک زمین صاف کشیده. پای چپ رو نگه دارید و دم بازدم پنجه پاشنه کنید. دم پنجه بازدم پاشنه. 1 2 3 4 5. جمع کنید تو شکمتون. یه مقدار خستگیشو بگیرید.
کنار را گردش. 1 2 3 4 5 برعکس 1 2 3 4 5 جمع کنید به شکمتون. خستگیشو بگیرید و کف پای چپ بزنید. پای چپ رها، پای راست رها. برای لحظاتی تمام آگاهیتون رو بدین به طول پای چپتون. آگاه بشید بهش و رهاش کنید. پاها جمع توی شکم. کمرتون رو به چپ و راست حرکت بدید. کمرتون روی زمین ماساژ بگیره. بچه هیچ تمرینی نباید اجازه بدین که روی کمرتون فشار بیش از حدی وارد کنه. خب تو همین حالت کف پاهاتون رو بذارید روی زمین. میخوام تمرین دستمون رو انجام بدیم. دستتون رو بکشید بالا. با دم باز کنید پنجه ها رو از هم دیگه. بازدم مشت کنید. 3 4 5 کف دست به سمت سقف، به سمت خودت. همینجا دستاتون هم دیگه مشت کنید و بچرخونید برعکس. دست و پاها رها. بریم شواسانه فعال انجام بدیم. قبلا بهتون یاد دادم. الان دوباره با صدای من باشید. آگاهی رو بیارید به پای راست. پنجه ها به سمت داخل جمع. پاشنه رو میدیم بیرون. انقباض رو میاریم توی ساق. زانو ران لگن راست. با یک دم چند سانتی راستتون از زمین بلند میکنید. انقباض رو کامل میکنید تو طول پای راست و بازدم رها. آگاهی رو بیارید به پای چپ. انگشتا به سمت داخل جمع شه. پاشنه رو بدین بیرون. انقباض رو بیاریم توی ساق. زانو ران لگن. به یک دم انقباض رو کامل میکنید تو طول پای چپ. بازدم رها. لگن رو کامل منقبض کنید. یه مقدار از زمین جدا میشه. بازدم آهسته رهاش کنید. شکم به سمت داخل بکشید. کمر به زمین فشار بدید. بازدم آهسته رها. قفسه سینه رو باز کنید به سمت سقف. حسابی باز باز. قلبتون رو باز کنید. یه دم گنده. بازدم خیلی آهسته کتفتون رو بذارید روی زمین. باشید به دست راستتون. حسابی انگشتا رو از هم دیگه باز کنید. علت فاصله بین انگشتا رو حس کنید. حالا مشت کنید. منقبض کنید. انقباض رو بیارید توی ساعد. آرنج بازو سرشانه. با یک دم انقباض رو کامل کنید. دست راست رو بکشید بالا. بازدم دوباره رها. آگاه باشید به دست چپ. انگشتان رو از هم باز کنید. مشت کنید. منقبض کنید. انقباض رو بیارید توی ساعد. آرنج بازو سرشانه و با یک دم انقباض رو کامل کنید. چند سن دستتون رو از زمین جدا کنید و بازدم رها. آگاهیتون رو بیارید به عضلات دور تا دور گردنتون. یک بار آب دهانتون رو موت بدید. پس سرتون رو به زمین فشار بدید. عضلات دور تا دور گردنتون رو کاملا منقبض کنید. بازدم رها. آگاهیتون رو بیارید به عضلات دور تا دور صورتتون. عضلات صورت رو مثل یک موش به سمت مرکز جمع کنید. کاملا چروکی دو در هم کشید. پلکا رو هم دیگه فشار بدید. توی همین حالت یک بار لبها رو به راست. یک بار به چپ. یه لبخند گنده همین وسط بزنید.
و عضلات صورت هم رها. حالا آگاه بشید به کل بدن. هر جفت پاها منقبض، پنجه پاها به سمت صورت. هر جفت دستا منقبض داره کشیده میشه به سمت پایین بدن. دم بگیرید، دستا، سر و پاها رو بیارید بالا تا جایی که میتونید زبان رو از کام بیرون بکشید. و به یک بازدم کل بدن به یک بار کاملا آزاد و رها. دستا، پاها رها. آگاه بشید به گردش انرژی تو بدنتون این لحظه. خیلی آهسته از همین حالت برگردیم روی شکمتون و بریم به استراحت سوسمار. بریم به استراحت سوسمار. چند لحظه آگاه بشید به استقرار بدنتون توی این حالت. حالا پاها رو یکی در میون از زانو خم و صاف کنید. رهاشون کنید. جفت پاها از زانو خم. آهسته رانه راست رو بیارید بالا، بذارید پایین. رانه چپ. ادامه میدیم. راست، چپ، راست، چپ، راست، چپ، راست، چپ. هر جفت رانها روی زمین. لبه داخلی پاها رو به هم بچسبونید. به چپ و راست حرکت بدید. و پاها رها. خب بچه‌ها امروز یه آسانه جدید، یه حرکت جدید میخوام بهتون بگم به اسم ابوالهول. برای ابوالهول تو همین حالتی که خوابیدین نیاز دارین که دستا رو بذارین کنار سر. بچه‌ها کف دستتون میاد تو خط جمجمه، تو خط سرتون قرار میگیره. توی همین حالت که هستین پیشونی روی زمینه. همینجا سر کتفتون یعنی کتفاتون یه مقدار از تقابا یه مقدار از زمین جدا شدن. حالا مرحله به مرحله با هم دیگه انجامش میدیم. روی پا روی زمینه، داره فشار میده روی زمین. لگم منقبض، کمر منقبض، روی لگم و شکم دارن به زمین فشار میدن. انقباض کمر و لگن رو رها نکنید. دم بگیرید، تو همین حالت بیایید بالا. اگر میای بالا و سرشونه به آرنجت عموده اوکی. اگه عمود نبود میتونی یه مقدار همینجا تنظیم کنی. دستاتو بکشی جلوتر، زیر گردنو میکشی. دقیقاً عین مجسمه ابوالهول. اسم حرکت ابوالهول دیگه. بمونید. پنج شدم و بازم بمونید. دوباره برید توی استراحت سوسمار. پاها رو بلند کنید، به چپ و راست حرکت بدید. اگر فشاری روی کمرتون اومده برداشته بشه. دوباره میخوایم تمرینش کنیم. این دفعه که هم دامنش رو میخوایم بیشتر کنیم. چند مرحله شد. دستام اول میاد روی زمین کنار سرم، پیشونیم روی زمین. بچه همینجا نگاه کنید، سرشونه من به سمت عقب بیرون رول شد به خاطر اینکه دستم رو خواستم بذارم کنار سرم. پاها منقبض، لگن منقبض، روی لگن داره به زمین فشار میده. کمرم منقبض. دم میگیرم میام بالا، زیر گلو میکشم.
سرشونه به آرنج منقبض. خیلی آهسته از راست عقب رو نگاه میکنم، وسط چپ، وسط راست، وسط چپ، وسط راست، وسط چپ. برگردیم رو به رو. چند تا دم باز دارم اینجا بمونیم. و دوباره بیایم پایین. پاتونه که در میون حرکت بدین، به چپ و راست حرکت بدین، اجازه بدین که فشار رو کمرتون برداشته بشه. و خب بچه حرکت کبرا با بند رو که جلسات پیش گفته بودیم و دوباره انجام میدیم که هم بچه‌ای که نبودن ببینن و تمرینش کنن، هم که بچه‌های دیگه یادشونه. پیشونی روی زمینه، بند رو میگیرم دستم. بچه بند عرضش دیگه نهایت عرض لگنم باشه، کمتر بیشتر نباشه. روی پام روی زمین فشار میده، همینجا سرشونم رو رول کردم به سمت عقب بیرون. دوباره همون مراحل، لگن کاملا منقبض، کمر منقبض. دم میگیرم میام بالا، دستم میگیرم. یه سمت صورت روی زمین. و دوباره و سمت دیگه صورت روی زمین. بچه ها فیلم های جلسه‌مون داره ضبط میشه، حتما تمرین کنید به غیر از این جلسه‌ای که با هم داریم. و اگر که سوال دارید بپرسید. مقدار با کف پاتون تو فضا دایره بزنید، فشار رو بردارید از روی کمر. اجازه بدید من ببینم که دیگه تمرین روی شکم چیا داشتم این جلسه براتون. اینجا که هیچی. خب یه تو حالت 4 دست و پا یا تیبل پوز. بچه تو حالت 4 دست و پا قرار گرفتم برای اینکه تمریناتمون رو به درستی بتونیم انجام بدیم چند تا قاعده داره. 1. این که سرشونم زیر مچ‌هام قرار بگیره، عقب‌تر، جلوتر، توتر نباشه. کاملا عرض دستم میشه عرض سرشونم دیگه. و زانوهام زیر لگنم. بچه ها صدای یه نفر بازه، لطفا صداتون رو موت کنید که صدای هموم نگیریم. هر وقتی که سوال داشتیم میتونید باز کنید صداتون رو، سوالتون رو بپرسید. و نکته بعدی این که کمرمو اینجوری گود نمی کنم، مگه که تمرینی باشه بگم لگن رو باز کنید. کمر پره، یعنی سعی کردم شکم بکشم داخل که گودی کمرم پر باشه. این اصول درست تیبل پوز ساده است. بچه تو خود تیبل پوز اگر رعایت نکنید ایجاد کمردرد میکنید تو بدنتون. حالا با دم اینجا توی تمرین با دم لگن رو باز میکنم، قفسه سینه رو باز میکنم، با بازدم لگن رو میبندم، قفسه سینه رو میبندم، ستون مهرا رو میکشم بالا، سرم میکشم تو. دم بازدم.
و بعد بریم به استراحت کودک. برای استراحت کودک میتونید زانوهاتون رو یکم از هم دیگه باز کنید بچه‌ها و پیشونی روی زمین، دست دو طرف بدن کاملا رها. بفرمایید بشینید. بریم سراغ تمرین های نشستم. خب تو حالت دانداسان بشینید بچه. نشسته دانداسان. روی پای راستم و میخوام بذارم روی پای چپم، شروع کنم نیم پروانه رفتم بچه ها. پای راستم کاملا صاف و اکتیوه، یعنی پاشتم و یکم دادم بیرون. پای چپم و روی پای چپم و گذاشتم رو پای راستم. نکته، از مغز رانم نه از زانو فشار میارم به پام به سمت زمین و برمیگردم بالا. با دمپامو به سمت زمین فشار میدم با قفسه سینه باز. اینجوری خم نشید، جلوی عقب نرید. با بازدم میام بالا. مثل تمام تمرین دیگه اگر فکر میکنید که کمرتون آمادگی نشست رو نداره، حتما زیر لگنتون کوسم بذارید برای این تمرینم. دم بازدم. پنج. حالا تمرین قبلی، پام صاف رو زمین، جمع تو شکم، بالا زمین. دوباره جمع تو شکم، بالا زمین، جمع توی شکم، بالا زمین، جمع توی شکم، جمع توی شکم. دستتو بذار عقب، یه کوچولو لگنتو بلند کن، رهاشه. یه استراحت کوتاه بده به بدنه. دوباره بیا وسط. دانداسانتو درست کن بچه ها. عضلات سرینی رو از عقب یا از پهلو بکشید بیرون. دیگه مطمئن میشید که روی تیغه لگنتون هستین. سمت دیگه پامو از مغز رانم به سمت زمین هل میدم و به سمت بدنم. دوباره پام روی زمینه، جمع میشه توی شکمم، بالا. و عقب و رها. بفرمایید توی نشست واجر آسان بشینید که قبلا گفتیم واجر شبیه دو زانو خودمونه. شونا رو بکشید بالا، رها، بالا، رها، بالا، رها، بالا، رها. خیلی آهسته. گوش راست به شونه راست، وسط، سمت دیگه، وسط، سمت دیگه، وسط، سمت، وسط، سمت دیگه. رها کنید. دستا و شانه ها رو رها کنید. آرامی بلند شید، بایستید لطفا دوستان. اینجوری تر کنم که شروع کنید دست و پاتون رو حرکت بدید. از این زمانی که بدنمون خواب بوده خارج بشه. شونه ها رو بکشید بالا، رها، بالا،
رها. بالا، رها، بالا و رها. دست رو هم قلاب کنید. بیایید بالا روی پنجه، رها. روی پنجه، رها. روی پنجه، رها. بیایید بالا به سمت راست. بسته. بچه سر در امتداد ستون مهراست. گردناتون رو نندازید. رها. بیایید وسط. پا به اندازه عرض لگم باز. میخوایم پیچ ساده ایستاده رو انجام بدیم. خیلی آسه. تا جایی که میتونم سعی میکنم پایین تنم تکون نخوره. برمیگردم به سمت راست، چپ. و ادامه میدید. سرعتش رو بیشتر کنید اینقدری که دستا بخوره دو طرف بدن. و تو هر رفته برگشت اگر امیتاپو دارید سر عقب و پاشنه پای مقابل رو نگاه میکنه. کم کم سرعتش رو کم کنید. میخوایم بریم تو حرکت تازه کننده. حرکت تازه کننده تنها حرکتی که بچه من پشتم گرده براش. دستم رهاه. اگر نیاز دارید میتونید زانوتون رو خم کنید. بچه اگه فکر میکنید به حد کافی نمیتونید به سمت جلو خم شید، زانوتون رو خم کنید. دونه 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 گردنم هم رهاه. ستون مهره هامو رها میکنم به سمت زمین. پشتم گرد. اگه احتیاج داری زانوتو خم کن که دستت برسه به زمین. احساس بهتری که دست میرسه به زمین. به غیر از کسی که فشار خون دارن بچه توی این تمرین خون برمیگرده به سمت سر و صورت. برای پوست خیلی خوبه، برای مغز خب خیلی خوبه خون بهش میرسه، ولی کسی که فشار خون دارن اذیت میشن. پس کسی که فشار خون دارن خیلی زود از حرکت برگردن. دونه 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 دوباره همونجوری که رفتیم پایین ستون مهره ها رو بچینید روی هم دیگه. بیرون بالا و یا خیش بگید. خب بچه یه حرکت خیلی مهم رو میخوام بهتون آموزش بدم. شاید قبلا خیلی هاتون انجام دادید، شاید هم باش آشنایی، اما اصولی یادش بگیریم و همیشه انتهای تمرین های این مرحله‌مون انجام میدیم که تمرکز از دست رفتمون برگرد. میستم به حالت تاداسان. تاداسان کف پام قفل رو زمین، قفسه سینم بازه، بدنم کاملا تو مرکزه. تو زاویه 45 درجه‌ای چشمم یه نقطه رو انتخاب میکنم، بهش نگاه میکنم. ذهنم رو با چند تا دم و بازدم از افکار خالی میکنم. وقتی ذهنم خالی شد تو تاداسانم هستم. لگنم قفل، لگنم کاملا منقبضه. کم کم که تمرکزم رو به دست آوردم کف پامو میذارم توی ساق پای مقابلم. بدنم کاملا مرکزه. زانوم به سمت جلو و عقب نرفته، کاملا کناره. اگر تونستم دستم رو به روی سینم قفل. اگر نمیتونید برای تعادل بیشتر دستتون رو به این حالت نگه دارید. بچه اینجوری هم نشید. لگن کاملا مرکز و قفل. دستا رها، پاها رها. چشمتون رو ببندید. توجه کنید به مرکز بین دو ابرو و تعادل بدن. بچه نکته که توی این تمرین هست اینه که پا رو توی قوزک پا یا توی زانو نمیذارید، به خاطر اینکه اینجوری دارید پاتون رو خورد میکنید.
پا حتما توی عضلات صاف باشه، نه جای دیگه. میخوایم بریم سمت دیگر رو انجام بدیم. کف پاها توی زمین قفل تا داستان وایسادن، یعنی لگنم قفل، مرکز قفسه سینه‌ام بازه، تو زاویه 45 درجه چشمم دوباره یه نقطه رو انتخاب میکنم و میرم واسه فعالیت. هر وقت که احساس کردم تعادل دارم پامو میذارم. بچه ها نگاه کنید، ممکنه که لگن اون لحظه که پا رو میذارید یه مقدار خودش بره بیرون، اما شما دوباره برش میگردونید سر جاش. هر وقتی که احساس کردیم اندازه کافی تمرین رو انجام دادید میتونید رهاش کنید. خب بچه ها برگردید روی مت هاتون، دوباره بیایید روی مت، چند تا تمرین خیلی ساده بکنیم و بریم برای شاواسانا و تنارام. بچه ها لگنتون روی مته، آهسته به حالت خوابیدن درست بخوابید، پاها توی شکم جمع، بدن رو به چپ و راست حرکت بدید. کف پاها روی زمین، دستا زیر سر قلاب، چند تا پیچ ساده خوابیده. خب شما میتونید تو همون حالت خوابیده باشید و من اصول یامایی که قرار بود بهتون بگم رو براتون بگم و بعد بریم برای شاواسانا و تنارام. بچه ها اصل دوم یاما بعد از خشم راستی داشتنه. به فارسی ما بهش میگیم راستگویی، اما منظور فقط گویش راست نیست، گویش درست نیست. گویش در افکار، کلام و رفتار. یعنی فردی که وارد راه یوگا میشه باید این رو بپذیره که در تمامی مراحل بدون هیچ بهانه‌ای، بدون هیچ صلاح جویی، تنها رفتار، کلام و افکار راست داشته باشه. ما میتونیم گاهی با رفتارمون یا با افکارمون این راستی رو زیر سوال ببریم، اما در یوگا باید بیشتر حواسمون بهش باشه. برای تمرین بهش چیکار میکنیم؟ هیچ کار خاصی لازم نیست. نمیخوامم این موضوع و حالت وسواسگونه بشه براتون، اما بیشتر به خودمون دقت میکنیم. ممکنه که برای اعمال خیلی ساده گاهی اوقات ما راستی رو زیر سوال بذاریم، مثلا در کسب و کارمون، در کار کردنمون، برای چیزای خیلی 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 ساده. حتی اگر نیاز نداریم که شخصی چیزی رو بدونه میتونیم نگیم، نه اینکه راستی رو بذاریم زیر سوال. و اینکه نمیگیم با رفتارمون نباید خلاف اون رو به هیچ ثابت بکنیم. یعنی مثلا من یه رفتاری بکنم که بگم خب من نگفتم ولی با رفتارم اون دروغ رو رسوندم. نه، خیلی کامل بی اطلاعم بمونه، اون شخص هیچ ایرادی نداره، ولی دروغ با رفتار یا با کلاممون انتقال ندیم. و خیلی مصداق هم داره دیگه راستگویی، اینکه تو میدونی که در حق کسی خیانت نکنی، در حق کسی چیزی رو که باید بدونه رو اگه بهش نگی باز خود همین دروغگوییه. و سعی کنید که این راستیه رو داشته باشید. یه مقدار دقت میکنیم این هفته، اصلا نیاز نیست که کار خاصی انجام بدید. یه مقدار به کلام و رفتارتون دقت بکنید. فقط یه حالا دقتی داشته باشید روش که ببینید که چند درصد این راستگویی براتون حاصل شد. حالا تو ترمای بعدی
ترمایی که به دروس نیاما میرسیم اونجا تمرین داریم، هم برای عدم خشونت، هم برای راستی و تمام مراحل دیگه. خب دست و پاهاتون رو رها کنید، تمام آگاهی رو بیارید به بدن. دوباره 7 تنفس شکمی. دم، شکم میاد بیرون، بازدم، شکم میره تو. میتونید دست راست رو بزنید روی شکم، دست چپ روی قفسه سینه که به این پروسه آگاه بشید. آگاه بشید به اینکه با هر دم و بازدم چطور شکمتون حرکت میکنه و سینه حرکت نمیکنه. بچه توی هر دم و بازدم سینه نباید حرکتی بکنه و فقط شکم حرکت میکنه. با دم شکم میاد بالا، با بازدم شکم میره پایین. ادامه بدید. بچه یکم میخوایم مراقبه کردن رو یاد بگیریم. اینکه چطور وقتی که تنها هستیم خودمون آگاه بشیم، مراقبه کنیم. این ساعت که بهترین ساعته، به خاطر اینکه خب صداهای اطراف کمتره، آرامش محیط بیشتر برقراره، چه از نظر صدای شهری چه و صداهایی که تو خونه هست. همونطور که روی زمین دراز کشیدید یادآوری کنید که میخواید تمرین کنید. مثلا الان برای 10 دقیقه 15 دقیقه میخوایم در تمرین باشیم. چشماتون رو ببندید و اول شاباسانا رو انجام بدید. آگاه بشید به انگشتان پای راست، کف پای راست، روی پای راست، پاشنه و مچ پای راست. رهاشون کنید. ساق و پشت ساق پای راست رها، زانوی راست رها، حجم ران راست رو حس کنید و رهاش کنید. لگن راست رها. آگاهیتون رو بیارید به پای چپ، انگشتان پای چپ رها، کف پا، روی پا، پاشنه و مچ پای چپ رها، ساق و پشت ساق پای چپ، کاسه زانوی چپ، ران چپ و لگن چپ رها. آگاهی رو بیارید به استخوان دنبالچه، احساسش کنید، رهاش کنید. استخوان سکرام و کمر رها، مهره های کمر رو حس کنید و رها کنید. عضلات نگهدارنده کمر رها، مهره های پشت، عضلات پهن پشتی رو کامل رها کنید. کتفا کامل روی زمین رها، سرشونه ها رها. عضلات زیر شکمتون رو حس کنید و رها کنید. حفره شکمی، ناف و اندام های داخلش رو احساس کنید و رهاشون کنید. فاصله بین دنده ها رو احساس کنید، رها کنید. اندام های داخل دنده ها رو احساس کنید و رهاشون کنید. قفسه سینه، جناق سینه و قلب رها. تقوی‌هاتون رو احساس کنید، رهاشون کنید.
آگاه بشید به انگشتان دست راست، کف دست راست روی دست راست، مچ دست راست رو رهاش کنید. ساعد، آرنج، بازو و سرشانه راست رها، زیر بغل و پهلوی راستتون هم رها. آگاهی رو بیارین دست چپ، کف دست چپ روی دست چپ و مچ دست چپتون رها. ساعد، آرنج، بازو و سرشانه چپ رها، زیر بغل و پهلوی چپتون هم کاملا رها و آزاد. یک بار آب دهانتون رو قورت بدید. آگاه بشید به عضلات دور تا دور گردنتون. رها شد و کارباره رها. زبان رو داخل کام رها بگذارید. عضلات صورت رها به سمت گوشها روان، گوشها رها. عضلات دور تا دور چشمتون رو احساس کنید و رهاشون کنید. چشم‌ها مثل دو مروارید درخشان داخل کاسه چشم رها. پوست پیشونی، پوست سر، تاج سر و پس سرتون کاملا رها، کاملا آزاد. توی این احساس رهایی میخوایم یه مراقبه خیلی ساده انجام بدیم که بدونیم تمرین مراقبه به چه شکلیه. حالا میخوام اجازه بدید ذهنتون به اطراف پرسه بزنه، به اتاقهای دیگه خونه، به صداهایی که از بیرون بهتون میرسه گوش کنید. این صداها هر چیزی میتونه باشه. این ساعت صداهای کمتری هم هست. هر صدایی که از بیرون به گوش میرسه. این صداها رو تجزیه تحلیل عقلانی نکنید. فقط بهشون آگاه باشید. مثل جایی که من هستم الان صدای کولر هست. صدای ماشینایی که تو خیابون رد میشن. فقط گوش کنید. هیچ تجزیه و تحلیلی ازشون نداشته باشید. مثل اینکه فاصله شون رو بخواین بسنجین یا بخواین تحلیلشون کنید. فقط گوششون کنید. یه نفس عمیق بکشید. دم و با بازدم بیشتر خودتون رو رها کنید. ذهنتون رو به نقاط تماس بدنتون با زمین متمرکز کنید. مثل پشت دستتون، پاشنه، لگن، کتف، کمر و تمام نقاطی از بدن شما که الان با زمین در تماسه. ذهنتون رو روی این تماس متمرکز کنید. چند دقیقه توی این حالت باقی بمونید. حالا هوشیاریتون رو بیارید به شست دست راست. انگشت سبابه، انگشت سوم، انگشت چهارم، انگشت کوچک دست راست. بچه‌ها فقط میخوام ببینید اینا رو. هیچ کاری نیازی نیست انجام بدید. فقط این اندام ها رو ببینید. کف دست راست روی دست راست، مچ، ساعد، آرنج، بازو و سرشانه راست، زیر بغل و پهلوی راست، کیپ راست، کمر راست، قفسه سینه راست، لگن و ران راست، زانوی راست، ساق راست، مچ پای راست، کف پای راست، روی پای راست و انگشتان راست. انگشت دست چپ، انگشت شست دست چپ، انگشت سبابه دوم،
سوم و انگشت کوچیک دست چپ، کف دست چپ، روی دست چپ، ساعد، آرنج، بازو سرشانه چپ، زیر بغل پهلوی چپ، قفسه سینه چپ، قلبتون احساس کنید، کیف چپ، لگن چپ، ران چپ، کاسه زانوی چپ، ساق پای چپ، پاشنه روی پا، کف پا و انگشتان پای چپ. حالا کل تخته پشتتون که روی زمین هست رو حس کنید. کمر، پشت، کتف‌ها، تمام نقاطی که از تخته پشتتون روی زمین احساس کنید. حالا آگاهی رو بیارید روی بدن، شکم، دنده ها، قفسه سینه، تعقب‌هات رو روی گردن رو احساس کنید. عضلات دورتای گردنتون رو احساس کنید. کاسه سرتون رو، کل حجم سرتون رو احساس کنید. حالا میخوام آگاهیتون بیاد به نفسی که از سوراخ بینیتون داره وارد میشه. هوای سردی که از سوراخ بینیتون وارد میشه، گلو، قفسه سینه تا نافتون رو طی میکنه و برمیگرده. میخوام آگاهیتون بر روی نفستون از گلو، قفسه سینه تا ناف ادامه پیدا کنه. این آگاهی رو برای یه مدتی حفظ کنید. دم، نفس وارد میشه، گلو، قفسه سینه تا ناف، شکمتون پر میشه و دوباره بازدم، شکم، قفسه سینه تا گلو، دم، ناف تا گلو، بازدم، گلو تا ناف. ادامه بدیم. فقط روی نفستون باشید. در این حالت باقی بمونید. تنفس ها رو رها کنید به حالت عادی خودشون. احساس رهایی کامل روی زمین. توی این حالت 3 بار به صورت ذهنی با خودتون تکرار کنید: من شاد و سلامت هستم. من شاد و سلامت هستم. من شاد و سلامت هستم. خیلی آهسته با چشمان بسته حرکت‌های خیلی کوچیک و انگشتای دست و پاتون بدین. بدنتون رو آگاه کنید، بیدار کنید. بچرخید به پهلوی راست. پاهاتون رو در آغوش بگیرید مثل یک جنین در شکم مادر. خودتون رو در آغوش مادر زمین در امنیت، آرامش، عشق و فراوانی احساس کنید و این احساس زیبا رو به تک تک لحظه های زندگیتون تأمین بدید. هر وقت که آمادگیشو داشتید به کمک دست هاتون با چشمهای بسته بلند شید، بنشینید. سر رو به سمت بدنتون برگردونید
با یک لبخند چشمتون رو به روی بدنتون باز کنید. برای لحظاتی به بدنتون نگاه کنید. از بدنتون سپاسگزار باشید که این تمرین رو با شما همراهی کرد تا به جسم و جانتون توجه کنید. دست ها مقابل قفسه سینه روی همدیگه قرار بدید. روی همدیگه ماساژ بدید تا احساس گرما و استکاک بین دستاتون به وجود بیاد. دست ها روی پلکای بسته قرار بدید و بدنتون رو از بالا به پایین نوازش کنید. خب دوستان، همگی خوب باشید تا جلسه بعدی. خدا نگهدار.